تلاش میکنیم. با سلام، البته سلام خدمت مردم شریف و لعنت بر روح و روان تمام مسئولین اختلاسگر و دزد و وطن فروش ما. اینجا جاده خوزستان ما یه باری از اردکان زدیم برای دسخور 2,200,000 تومان. 2,200,000 تومان پول ایران، البته ایران نه، پول جمهوری اسلامی. ببینید این لاستیک رو ببینید، از لحاظ استاندارد قانونا از رده خارجه و من نباید با این لاستیک حرکت کنم. شما اینجا بگید این وضعیت لاستیک های ما اینجا این وضعیت لاستیک ما. ببینید ما با چه لاستیک های داریم کار میکنیم و مسئولین محترم دزد میخوان که ما هیچ مشکل به اینجا. من لاستیک نو خریدم جفتی 4 میلیون تومان. نگاه کنید اینجا این لاستیک مواد نداره. این دزدای کثیف حالا دیگه رو آوردن به قاپ مردم رو دزدیدن. یعنی من فکر کردم که لاستیک خریدم. من لاستیک پیروزی رو الان 10 سال داشتم استفاده میکردم. این لاستیک مواد توش نیست. ببینید این لاستیک مواد نداره که اینجوری زود با یه اشاره پاره میشه. ما با لاستیک نخی میرفتیم رو سنگ، میرفتیم رو آجر، تکون نمیخورد. الان با یه پاره آجر اینجوری پاره میشه. یا اینم ماشین هم سرویس کنه. ببینید چند تا پیچ ما بروندیم اینجا. ما 3 تا 4 تا پیچ رو بروندیم. اینم هرزه، اینم ببینید وله 3 تا 4 تا پیچ توی قسمت فقط هرزه. هر پیچی 100,000 تومنه. من چند تا پیچ عوض کنم 400,000 تومن برای یه سرویس بار؟ ها؟ آخه بعضیا میگن آقا کار بکنید. کار چی بکنید؟ آقا وجدانک بخوابید. خدا وکیلی بخوابید تا ببینم این مسئولین دزد تا کی میخوان دزدی بکنن. خجالت بکشید. من نگاه کنید تاثیر منم بذار همه ببینن. این احترامی که ما میذاریم به این مسئولین دزد باید مردم چین بذارن زیر پای اون مسئولینشون که با 1 میلیارد خورده جمعیت پایین ترین درجه اختلاس رو دارن. خجالت بکشید. سال 57 شما با این شعار اومدید گول مردم زدید. گفتید آقا ما شعار بیرون میکنیم. چرا؟ چون شاه صنعت چی بهش میگن مونتاژ رو وارد کرده. ما میخوایم صنعت ماده رو وارد کنیم. خب بیاید جلو آقا. ما نه حرفی داریم نه فوشی داریم نه فضیحتی. آقا بیاین. آقا این مسئولین درجه‌ای که مملکت اون کسایی که زمان انقلاب دهنتون اینقدر پاره میکردید، همین روحانی من فیلم دارم ازش که میگفت اینها به ساحت مقدس امام خمینی یه جوری هم دهنش یه قباط میکرد گنده. خب حالا بیا جواب بده. تو که اومده بودی صنعت مادر وارد کنی ببینم چرا لاستیک پیروزی از چین وارد میشه؟ ها پایی همه لاستیک تولید مملکت کجاست؟ این تیوب هم تو نمیتونی بسازی. تیوب 500,000 تومنه. تویش دونه 100,000 تومنه. پایی اینا رو کی میسازه؟ حتی چی ساختیه که توی چند سال؟ این موشکت هم روسیه ساخته به داده. دروغ میگی. من والا دروغ میگی. با توجه به این چیزایی که ما از شما ببینیم من نمیبینم شما آفتابم تولید بکنید. دروغ میگید. به قرآن دروغ میگید. شما موشک تولید نمیکنید. شما در حدی نیستید که موشک، شما که کشوری که یه پیش نمیتونید تولید بکنید چطوری موشک میسازه؟ ها به من بگید آخه چطوری با عقل جور در میاد؟ تو شما چطوری صنعت اگه اینجوری راست بگید پس مثل ورزشکاری هستید که رفتید تو باشگاه یه طرف تمرین کردید حالا اینجوری شدید. ببین الان هیکل شما اینجوریه. اگه راست میگفتید صنعتتون رو با هم پیش میبردید. موشک چه لزومی داره؟ چه دشمنی با دنیا دارید آقا؟